دلته نو په دې ورځو کې بیا د توتانو بازار ګرم دی. د پروان ولایت جبل سراج ولسوالۍ ده. شکر خرید و فروش ما خوب است باز خصوصا روزای جمعه. توتای ما رسیده، دوغ ما است، کل چیز است. الحمدلله شکر. ما فعلا 70 ساله هستم. 70 ساله هستی؟ بله. چند تا عروسی کردی خودت؟ 3 تا. 3 تا. چهارم چه وقت میکنی که ما هم بیاییم؟ هر وقتی رضای خدا جان باشه. رضای خدا. دل خودت میشه که چهارم؟ والا دلم میشه که رضای خدا باشه. سپورت بخوام میکنه. لاوکو که باز غیر حاضرت نمیکنم. نه والا از ما او گپ نیست، اما خودم در کجاست؟ وقتی گندم درویش آگدار میبرم. هم یکم تا قسم میکنم میگه دور زارشایی، هم دور زارشایی ورم تو آرامی. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومن ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا د افغانستان ښکلي ولایت پروان ولایت کې حاضر یم. او پروان ولایت کې بیا نه پوهېږم چې دا د چاریکارو ښار دی او که نه کومه ولسوالۍ ده؟ جبل سراج. جبل سراج ولسوالۍ ته را رسېدلی یم او اخوا ته د مټک پل دی، پل مټک کې میږه نه. او دلته نو په دې ورځو کې بیا د توتانو بازار ګرم دی. د دې ځای توتان خاص نوم لري، تاسو به یې نوم اورېدلی وي. دا چې دلته څو ډوله توتان پیدا کیږي، کوم ډول خوندور دي، او د دې ترڅنګ هغه توتان چې دلته سنډل کیږي او دوی ترلاسه کوي په دې چې شی ورته وایي دې ته چی میگن شما؟ شگور. د دوی په ژبه کې ورته شگور وایي او زمونږ په ژبه کې څوک ورته ټوکری وایي او څوک ورته شکور وایي. نو دا ډکوي. دلته د دومره ډیرو هیوادوالو کاروبار هم ورسره جوړ دی. دلته دا ورور را سره دی، له دې سره به یو څو خبرې اترې په پیل کې ولرم. سلامونه، جوړ په خیر وروره. بیا هم شکر دی، مننه. ته دې خوا راشه. پښتو صحیح ده، بس څومره چې پوهېږې ووایه، مشکل نشته. دریم ووایه. ټولې خپلې ژبې دي، د همدې وطن ژبې دي، ملي ژبې دي. څنګه دی د توتانو بازار په دې ورځو کې؟ دا توتان ښه دي، بازار ښه دي. ښه دی که نه؟ د دری بگو. توتا بازارشان خوب است دیگه. خوب است. ای باز شما مثلا تولکی میفروشی یا متو؟ اینمی رقم میتکنیم، از تر کلان است میتکنیم، او را باز اینمی شگرها جور میکنیم و اینمی رقم بازی فروخته میشه. همی جستاد شو که بسیار متو جای مقبول است دیگه. دوستان ببینه بسیار تو خوب چیندین. ایره خوب امی رقم جور میکنیم دیگه. باز ایره خوردشان در خورد شگرهای خود هم مندازیم، در کلان هم مندازیم. خوب. قیمت از امی شگر چند است؟ این قیمت هایشون با 100
250 روپا همین قدر ها می آیا. خو 250 روپا 250 افغانی باز چنه بازی که شوه و مثلا چنه بازی که شوه باز در 150 میتیم 200 هم میتیم 50 روپا و 100 روپا باز گلری و تازه و موترونا رو میکنیم. خو چند رقم توت ده ایجا میشه؟ ایجا دیگه جبل سراج 3 رقم توت است. سه یکی رقم کبوت توت. توت است، یکی شیر توت است، یکی شاه توت است. ما سه خواهی رقم. که میبینم یک رقم توت است دیگهش کجاست؟ تافل نه دیگاش نرسیده. خوب. شیر توتش هم رسیده که شیر توتش رو قدر خرید و بازار ندارم ما او را نمیاریم. دیگه این 2 رقم توتش هست اینجا دیگه. شیر توت و کبوت توت است اینجا. شاه توتش نیست. شاه توتش پسان شاتوت میرسه. شمو دراز که است نه او شاه توت که سیاسیاس او پسان میرسه. خو نزدیک بالاشی ای توت بازو توت میرسه. ای که لاش میشه کم بازو میرسه او توت میرسه. چطور از مردم در روزا زیتان توت خوب میخره است نمیخره؟ خوب است خدا را شکر خرید و فروش ما خوب است باز خصوصا روزای جمعه همین خرید و فروش و تعطیلی یگام دفاترها می باشه یگام کسایی که مثلا تعطیل میکنه رخصتی میکنه میگم میرم طرف شمال یگام توت میخورم خودت هم توت میخوری؟ خب چرا نمیخوریم یا تنها میبینیش؟ ما فهمیدید دیگه هم میخوریم هم به فروش میرسانیم. همین خوب توت در اینجا پیدا میشه یا در دیگه جای؟ والا بهترین توت ولایت پروان است و وقت هم که پخته میشه همین توت پروان است پخته میشه. خب بسیار خوب بیره بیگی بیادر ببخشی تو چطور هستی؟ شکر خودت چی میکنی اینجا؟ ما هم دمی چیز هستیم کاربار هم توت هستیم کاربار توت هستی مکتب میری نمیری یا خلاص کردی؟ مکتب میریم ما صرف 12 هستیم روزه جمعه دیگه میجد مصروفیت هست تنها روزای جمعه؟ روز جمعه یکم روزه پنجشنبه چهارشنبه دیگه خب زیادتر کدام کسا ازتان توت میخره اینجا؟ زیادتر دیگه مردمای کابل دیگه با میله که میان روزه جمعه دیگه رخصتی میباشه دیگه هم توت میله توت میان توت میخورن دیگه هم طالبا هستن دیگه مردم ها صحیح تشکر بخیر باشین زنده باشین سلامت باشی بخیر باشی باشه که حالا برتان توت تازه کنیم توت بخوره ببره خانه ببره ما در خدمت هستیم. بخیر باشی ما بریم طرف درخت درست ببینیم است که چه قسم تکانده میشه. گپ خوبی است ما برتان راهنمایی میکنیم هیچ مشکل نیست. تشکر بخیر باشین بخیر باشین دوستانو دانو د پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ یوه سیمه ده چې دلته د مزار کابل عمومي سړک هم دی او زیاتره دغه کسان چې په دې لاره کابل ته ځي یا له کابله شمال خوا ته ځي نو دلته بیا توتان اخلي او د دې ځای توتان بیا خاص نوم لري. تاسو یو څو ښکلي تصویرونه وګورئ.
ولایت جبل سراج ولسوالۍ ده او دلته را سره یو څو مشران ناست دي. تاسو له دې وړاندې په تصویري بڼه وکتل چې په څه ډول دوی توتان څنډي او څنګه یې ترلاسه کوي، څنګه یې پاکوي، بیا یې څنګه پلوري. نو دا حاجي صاحبان را سره ناست دي، د دوی سره به خبرې اترې ولرم د پروان په اړه، د توتانو په اړه او همدارنګه د دې په اړه چې دلته پروان کې غیر د توتانو څخه نور څه کیږي. حاجی صاحب سلام، خوب هستی؟ سلام بخیر. علیکم، خوب هستی؟ بخیر جان جور از بخیر. تشکر، زنده باشی حاجی صاحب. در اول اگه خودتان معرفی کنی حاجی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ناهید لاسم، فرزند محمد کلان، باشنده ولسوالی جبل سراج. بسیار خوب حاجی صاحب. اگه را بگوی چطور زندگی در روزا در پروان در جبل سراج؟ الحمدلله شکر، زندگی خوبتر بهتر است. توت است، میوجات است، هر نوع است. توتای ما رسیده، دوغ ما است، کل چیز است. الحمدلله شکر. خوب، بسیار خوب. توت رسیده دیگه؟ ولی توت رسیده. در روزا خوب توت میخوره؟ الحمدلله شکر. توت فریمان است، چند نوع توت است. تشکر، بخیر باشی حاجی صاحب. خودت خوب هستی؟ بخیر سلام هستی؟ علیکم، جور هستید؟ بخیر هستید؟ بسیار خوش آمدید وطن. ما آمدید از نزدیک ما رو دیدن کردید. اینجا بسیار جای تفریحات، آب و هوای بسیار آزاد است، خوبش است. از آمدن تشکر میکنیم. تشکر از شما که میمان نوازی ما را کردین و به ما این زمینه را مساعد کردین که توت شیرین ولایت پروان از جبل سراج بخوریم. خودتان اگه خود معرفی کنین. اسم ما عبدالجمیل ولد ابراهیم. ما دیخان هستم، اینجا درختای ما، اینجا زندگی میکنیم دیگه. فعلا فضل خدا امنیت تامین است، هیچ مشکلی نیست. هر نوع میمون بیا کنم، مشکلات نداره دیگه. خوب، بسیار خوب. چطور میمان نوازی هر کس میکنین؟ والا میمون نوازی خب بسیاری از این بینندای ما تشکری هستن، می‌کنم. شاید بیای اینجا. بیا باید بیا به سرش چه بیا آب داریم، اینجا میوه داریم، بسیار سایه سبز است، سایه امنیتی است، هیچ کنم مشکل نداریم. میوه‌جات ما فعلا این توت پنجشیری است، این توت کبوتر که بدانه است، اون توت چیز است، رخش است. خوب، این بدانه است. این بدانه کبوتر. این دو تا بازدانه داره. این یک قسم است و دیگه قسم است. اون توت قاقزی بسیار خوب شد و توت شیرین کدامش است؟ توت شیرین فعلا نمیشه، توت بدانه. یا شیر توت داره، من روزی ناوردی. توت شیر توت است، او بسیار دوا هم است، بسیار با مردم. خب شیر توتش خوبش است. شیر توت بالاتر است. حال دیگه نرسیده. یه نرسیده خب کمچی نشده، کم است. خب کم است او. کم کم پیدا میشه. کم پیدا میشه. خب در این توتا باز کدامش زیاد مزه داره؟ مزه‌دار اینمی فعلا این مزه‌دار اینمی است. اینا میسته. این توت بدانه است. اجازه است بخوریم. اجازه دیگه خودت هم بخور که ایلا بخورید لذت دیگه داره که یک کم بخورید بسیار نام خدا. توت شیرین است دیگه، بالاتری توت است. واقعا که بسیار شیرین است. این در خود جبل سراج بله میشه. بخیر در خود جبل سراج است. اینجا به نام قلعه سرایات میشه، قولای چندتاخانه. هر سال در وقت توت اینجا مردم بسیار میله میاد. در وقت توت دیگه مثال فضل خدا امجد هم خوبتر است دیگه. مردم اینجا میاد توتیان آرام میخورن، میخیرن میرن میکنیم باشم. خب بسیار خوب. این درخت ها از چند سال است اینجا که ما این میبینیم؟ درخت ها دیگه هر کدام بگید دیگه کاشتنش خود هست. فعلا نو چی شده اونوش یک 10 ساله 15 ساله درخت است. پیش از اون درخت بود، وقتهای روستا یا درخت‌های روستا قطع کرد، بعد از روستا باش دادیم اینا رو بسر شدیم. خوب، بسیار خوب. حاجی صاحب چی مصروفیت داری خودت؟ من معلم هستم صاحب. معلم هستی؟ معلم هستم در خود جبل سراج؟ در خود جبل سراج. خوب، بسیار خوب. چطور است در روزا در مکتبا درس است یا نه؟ والا درس بالا درس از غیر حاضر نیست. شاگردان خوب هستند. من و فضل خدا اینجا کشاورزی میکنیم، دار و درخت و همه چیز است. سرسبزی است، بهترین سرسبزی فکر میکنم در کل افغانستان است. بهترین سرسبزی هر کسی که ما در خدمت هستیم. ما بسیار مردم میهمان نواز و چیزی هستیم. خوب، بسیار خوب. خودت دهقانی هم میکنی؟ بله میکنم. کم نیم کلا دهقانی هم میکنیم. دیگه اگه ای را با ما بگین که مثلا در اینجا در این زمینا غیر از توت چی کاشته میشه و کدام میوه پیدا میشه؟ شفتالو میشه، آلوبالو میشه، گیلاس میشه،
هر نوع میوه میشه اینجا. فعلا غیر از تو دیگه کدام میوه آل بولو هم هست. آل بولو هم هست که متاسفانه وقت زمینه مساعد نشد که ما اینجا آل بولو می آوردیم. آل بولو هم هست، گیلاس هم هست. زمینه دیگه شما وقت آمدیم ما دیگه قدر فرصت نداشتیم دیگه نه براتون آل بولو گیلاس. تشکر امی با ما زیاد چیز است که دوغ آوردین دیگه توت آوردین. بخیر باشین، زنده باشین. خود دهقانی میکنی امی متاسفانه بگیم یا خوشبختانه بگیم که زیادتری از معلمین ما که دمی اطراف هستند در ولسوالی هستند نه بله باز وقتی گندم کشوانی امی درو میگن چی میگن ما لو میگیم در پشتو درسته میگه در وقت باز شاگردای خودم میگه بیا امرای ما لو کو که باز غیر حاضرت نمیکنم. نه والا از ما گام نیست اما خودم در کجاست؟ وقت گندم دروی شاگردا را میبرم خصوصا خودم الحمدلله شکر میرم درش میکنم 6 نفر یا 7 نفر از خودم میشه میرم درم میکنم مشکل نداریم. او کسی او کار میکنه دیگه او دیگه به خودش چی گفتنی به او داری؟ با هم میگیم که شاگردار نبره پیش شاگرد پرودان میمونه که ولی استاد مرد مثلا نمره بتی اون بهتره خودش هم فشار سر خودش بگیره این کار نباید. اینجا خوب کدام شاگردت نیست؟ والا هست اینجا شاگردای ما هست. یک شاگردشی تربیه یا حالی از شاگردش پرسان میکنه. دوستان اوز با معلومه شی چی معلم سے دا کار کی کنه ایجا بیا ایجا فقط یک دو گپ چطور هستی؟ سلام علیکم بخیر. و علیکم السلام خوب هستی بخیر هستی؟ مگذر جناب حاجی صاحب استادتان است. حاجی صاحب استادم است بله از خوردگی را استاد. در مورد امی وقتی دروی گندم صحبت کردیم شما شنیدین امی بعضی از معلمین هستن دمی قریه و در اطراف که در وقتی لو مثلا دروی گندما باز شاگردای خودم میخوای میگه مکتب نرو معذرت میکنم خب بیام رای مکار. والا بعضی معلمان هستن واقعیت میگن خود شاگردم باید بکنه خود مجبور است شاگردم خود خوب است استاد معلم صاحب مگم تا بار نگفتم ما را که بریم درو چیزی واقعیت صادقانه خب بگو ادم استاد ما میریم درو میکنیم گپ نیست استاد حق داره سر ما بالکل حق داره میشه ولی آن حال که شمال که شد گندم بسیار وقت خطا میشه به تکیدن میشه مجبور هستم معلم که شاگردا را یک نیم روز یک ساعت یک دو ساعت همکاری کنن گندم از تکیدن دیگه و دیگه خلاص شود. بله اینکی خو است تو ها بله. خودت از کجا هستی؟ ما خودم از امی قریه قلعه شاراست اومدم اینجا. از امیجا هستی بسیار خوب. اگر ایرا با ما بگی خودت کدام توت زیاد خوش داری؟ ما این توت بیدانه را خوش دارم کبوتر. بیدانه را؟ بله. چند ساله هستی؟ یک 55 هستم. 55 ساله هستی. چطوری خراب شدی ولادی تانوس خود؟ ولادی حالا که تمام رو 40 سال شده وطن ما این تو غیر جنگ است. یعنی یک چند وقته که آرامی شده. امیال فعال خدا تق کدام مرمی را نشنیدیم. سال فعلا خوب است دیگه. فعلا دیگه وضعیت خوب است. وضعیت خوب است آرام است آرامی است. شو بگردیم روز بگردیم کدام کسی ممانعت و ترس بیم نیست. از پیش بود آسی یکم دوزی و یکم پیشواگیری بود. حال فعلا فعال خدا هیچ گپی نیست بسیار آرامی است. هم یکم تا قسم یکم میگه دور زارشایی هم دور زارشایی وارم تو آرامی است. کدام تاق و تاق مفنگ صدای نیست. تشکر حاجی صاحب بخیر باشی زنده باشی. حاجی صاحب خودت چند ساله هستی؟ ما فعلا 70 ساله هستم. 70 ساله هستی؟ بله. چند تا عروسی کردی خودت؟ 3 تا. 3 تا ماشاءالله ماشاءالله. بله. هر 3 را به دل خود کردی یا نه؟ به دل خود کردی. کلش عاشقی کردی؟ کلش عاشقی. چی میگی دمی جبل سراج یعنی از ولایت هم است؟ از سراخوجه تا سراخوجه گرفتیم تو تا دم جبل سراج گرفتیم. در او وقت خوب نمیفهم چه قسم عاشقی خواد کرده باشی اگر کیسه کنی او وقت دیگه ما بچگی بود دیگه یک سه تا سفیدی گرفتیم دو تا دیگه سه تا بچگی گرفتیم. یک 4 ساله بچه دارم یک عبدالله دختر است مال خداست دیگه کل شاور کردیم یک دختر مونده خودش یک بچه دیگه بیزن بوده دیگه بچه رو زن دادیم.
در وقت نامزادی باز چی را تحفه میبردی برش؟ توت خو نمیبردی؟ نه توت نمیبریم، رواج ما توت نیست. مثلا ما توفه که ببریم برنج میبریم، گوشت میبریم، مثلا در ایدا در کالا میبریم بخششان توفه خوبش. بیا بیادر بخیر آمدی. ببخشی بیا تو یک چند گپ بزن. تشکر از اینکه آلو بالو را وردی. د ورور نه ډیره مننه، آلو بالوی هم راوړل. یه ما زمی جز دیگه. خو کاکا گپای تا دوام بتی بازو را خواد خوردیم. دیگه اینو بخیر دیگه دیسته پیچ چیزی فعلا دیگه زمان همه قباس ما دیگه زندگی فاصله خدا نورمال میگذره. کاکا 3 تا عروسی کردی. چهارم چه وقت میکنی که ما هم بیاییم؟ هر وقتی رضای خدا جان باشه. رضای دل خدا خودت میشه که چهارم؟ والا دلم میشه که رضای خدا باشه. سپوت بخوام میکنه. هر وقتی قسمت بود دیگه شب و روز بفهمید دیگه با خدا. هر 3 تا زنت زنده است؟ تو تاش موزه یکی زنده است. یکی زنده است. 2 تاش وفات کرده. خدا ببخشه. یکی سرت قهر نشه که دیگه نگی. نه قهر نمیشه. خوب با جل خدای بردن. تو یکی سرطان کشید، یکی دیگه شون مرض قلبی داشت. خدا ببخشه. بخیر باش. جنت الفردوس نصیب باشه. خودت چند تا عروسی کردی بابا؟ ما یک دونه. یک دانه؟ بله. چرا سیالی و شریکی نمیکنی امروز ای کاکای دیگه؟ سیالی شریکی و تو تاسف لیز از ما. هر کس به رضایت خدا. همی یگان جای رقابت می باشه نمیگه والا این نفرک 4 تا عروسی کردم ما باید 4 تا کنم. مثلا این موتر خرید ما چرا نخریدیم؟ او اینالا با ضرورتش مریض شد وفات کرد دیگه شد باده گرفت او هم همینطور شد بعد حال یکی دیگه نو گرفته. اینالا هم بدلش هست دیگه. چقدر وقت میشه؟ از این 4 سال میشه. 4 سال میشه عروسی نوکید. خب آخرین عروسی او باز چطور از عمرش؟ این جوان است. جوان است. جوان است. خب او رم دا عاشقی گرفت. این وقت با مجبور شدم گرفتم. خدا عاشقی مجبور شدی دیگه. تویانه چقدر دادی؟ تویانه دهی 50,000 دادم. 50,000 افغانی؟ افغانی نقدن. چی میگی؟ والله قرضان. حالا کابل بودم خوب تو رسم دو از جای رسم روز القم بس آل خینان نو دیگه نخنامه مونده که یک لگه افغانی نقد بتی دیگه یک 25 گرم طلا بخر نکاح که بگی برو بدهی ولی خونده نو تازه ماندین حالا. حالا شایی که بسانه بچه ها دیگه رو بکنن. حالی تو یک گان روز برش توت میبری یا نه؟ ای پیشتر آمده بودن یک دو شکر توت بخش تازه کن که رفت سر خوشا بچه خوش نیما. معلم صاحب که تاسو راته دا ووایي چې دغه توت څه فایده لري؟ تو دیگه یک میوه است واقعیت تقویه میکنه. از این باز تلخان هم میشه. بهترین تلخان که امسال سیر 400 هم رسید. بهترین تلخان بشه که اگر نان هم نباشه مشکل نمیداشته باشی. یک چیز تاریخی است. تقریبا در زمان کدام پادشاه بود که در دروازه لندن کشال حسین می انگلیس ها را از این شکستان از این میشه شکستان انگلیس ها را در اون وقت زمان. چی را برده اوجا؟ امی تلخال که برده بودن که یا چی هست میشکنن میخورن گلم میخورن یا جنگ میکنن دود بوی نیست. وقتی که تشخیص دادن که یک تلخان بسیار یک چیز قوی است. حالی در دروازه انگلستان کشال است. کشال است. خوب بسیار خوب. دیگه دوغ چطور؟ دوغ هم چی فواید داره؟ دوغ هم خیلی فایده ها داره. دوغ هم ازمیت توت هم میکنه. توت که خوردی باز سرش دوغ سرش یک گلاس دوغ که هضم شود. هضم شود. ای دیگه حالی هم وطندارای ما که مسافر هستن میبینن دیگه دلش او خواد شد. خواد شده. گند وطن بشینن بخورن زندگی کنن دنیا خود تیر میشه. بهتر است در وطن خود زحمت بکشی. تشکر حاجی صاحب. انشالله که توتم میخوریم دوغم مینوشیم و آلو بالو را هم اگه اجازه تان نوش جانت. نوش جان. تشکر. بخیر باشید. آخر کدام پیامی داری؟ پیام می‌دارم که خداوند متعال همین مردم جان جور دل بیغم آرامی بده که کلگی
در صمیمیت رفاقت دوستی بشینن خنده کنن همه چیز بخورن این پیام دارم. در وطن خود دیگه- بازگشتم با وطن خود باز بگردم در زیر خدمت دین و وطن خود آبادی وطن خود با ما کنیم نه با مردم بیگانه ما خدمت کنیم با وطن و ملت خود ما همه ما خودکفا شویم دیگه شویم وطن ما آباد شوند نه در ملک بیگانه بریم کار کنیم دیگه کنیم. تشکر بخیر باشین حاجی صاحبا همه تان. این توت شیر توتا بعدا توت سفیدک تلخان از این 400 هم داستی که ما فروختیم ببار این تلخانش در با اقرب ما یغرب و قوس هواش سرد میشه با این خیال در سردی پختم دو وقت در ماشین آب میگیریم. مننه درنو لیدونکو چې تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه او دغه خپرونه مو کتله د افغانستان پروان ولایت جبل سراج ولسوالۍ وه چې د توتانو په اړه موږ تاسو ته دا خپرونه چمتو کړې وه. هیله ده د پام وړ مو ګرځېدلې وي او د دې حاجي صاحبانو دا خوندورې او خوږې خبرې مو خوښې شوي وي. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مل شه د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.